تنش شدید بین دو قدرت هسته‌ای در منطقه، از درگیری‌های پراکنده مرزی گرفته تا رهگیری جنگنده‌های هندی توسط پاکستان در منطقه کشمیر. وزیر اطلاعات پاکستان به تازگی از احتمال حمله هند به این کشور طی ساعات آینده خبر داده است. عطاالله طرار اعلام کرد اسلام آباد اطلاعات موثقی در اختیار دارد که نشان می‌دهد هند قصد دارد علیه پاکستان حمله نظامی انجام دهد. او افزوده که حمله هند با واکنش شدید پاکستان مواجه خواهد شد. وزیر دفاع پاکستان نیز روز دوشنبه گفته بود که کشورش در وضعیت هشدار کامل قرار دارد و وقوع یک تهاجم نظامی از سوی هند را قریب الوقوع می‌داند. همزمان نارندرا مودی نخست وزیر هند در نشستی گفته است که نیروهای مسلح هند برای پاسخ به حمله پهلگام اختیار تصمیم گیری و آزادی کامل دارد. تنش‌ها میان هند و پاکستان پس از آن بالا گرفت که در هفته گذشته 26 گردشگر در منطقه کشمیر هدف تیراندازی قرار گرفتند و کشته شدند. هند گفته است که این حمله با دخالت عناصر پاکستانی انجام شده، اما اسلام آباد این اتهام‌ها را رد کرده است. با این حال سازمان ملل متحد، امریکا و چند کشور دیگر برای کاهش تنش میان هند و پاکستان اعلام آمادگی کرده است. به خاطر دیدن ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب و لایک کرده به دوستان خود معرفی کنید و زنگوله را فشار دهید.